بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله المولانا العظيم. حضار محترم، بزرگواران امارت اسلامی افغانستان، اعضای کابینه، جناب والی صاحب بلخ، علما، محاسن سپیدان، ژورنالیستان عزیز، همه کارکنان شرکت انکشاف ملی و همه حاضرین در این محفل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست جا دارد که از ترتیب و تنظیم این محفل پرشکوه از جناب والی صاحب بلخ، جناب الحاج ملا محمد یوسف وفا صاحب و همه نیروهای امارت اسلامی افغانستان و همه کسانی که دخیل هستند از صمیم قلب تشکری نمایم. جا دارد که اولا همه وطنداران عزیزی که در زلزله هرات شهید شدند، از صمیم قلب تعزیت خدا به همه آنها اظهار نمایم. الله تبارک و تعالی به همه شهدا در جنت الفردوس جا بدهد و به همه کسایی که در این مصیبت بزرگ زخمی و مجروح شدند شفای عاجل و مستمر نصیب کند و به همه خانواده هایی که در این مصیبت عظیم متاثر شدند صبر جمیل نصیب نماید و انشاءالله امارت اسلامی افغانستان هر نوع سعی و تلاش خود را برای رفع ضرورت هموطنان عزیز و برای اسکان آنها دریغ نخواهد ورزید. از همان لحظه جناب امیرالمومنین صاحب حفظه الله، رئیس الوزراء صاحب، همه بزرگوارایی که در اینجا نشسته هستند یک لحظه هم انشاءالله برادرای خود را فراموش نکردند. همه سعی و تلاش خود انجام میدهند که تا اینکه کسایی که شهید شدند اونها تکفین و تجهیز شوند و کسایی که نجات یافتند اونها به شفاخانه ها و کلینیک ها انتقال داده شوند و به خاطر چونکه زمستان پیش رو است، به خاطر اسکان مجدد متضررین انشاءالله همه بزرگواران همیشه متوجه هستند و امروز الحمدلله جای نهایت خوشحالی است که ما و شما به همکاری انجینرهای داخلی خود و به همکاری شرکت انکشاف ملی در رأس آنها جناب عطاش صاحب و به همکاری و توجه خاص جناب امیرالمومنین صاحب و قائدین امارت اسلامی افغانستان فاز اول کانال قوشتپه تکمیل می شود. امروز الحمدلله همه ملت افغانستان به چشم سر می بینند که آب تا به اینجا رسیده است. وقتی که با کانال کار شروع می شد، طبعا اینطور یک پروژه بزرگ تا حال به افغانستان تطبیق نشده است. بعض کسایی که تشویش زیاد داشتند و همیشه این وسوسه وجود داشت که آیا این کانال موفق می شود یا نه، آب می آید یا نه، آیا پس دوباره ریگ در داخل کانال می ریزد و قسم تشویش مطرح می ساختند.
الحمدلله جای نهایت خوشحالی و شکر است که امروز فاز اول کانال قوشتپه تکمیل شد. الحمدلله آب روان است تا به اینجا آمده است و امروز الحمدلله ما و شما فاز دوم کانال قوشتپه را انشالله افتتاح میکنیم. خدا خواسته بود تا به اندخوی، از بلخ تا به اندخوی این کانال انشالله جریان پیدا میکنه و دیگه مسائل مربوط به کانال که توپوگرافی ازی و مطالعه خاک و موقعیت های مختلف ازی از طرف انجینرهای ما و شما صورت گرفته است. در کدام ساحه باید کمپلکس های زراعتی ساخته شود و در کدام ساحه بر زراعت با استفاده صورت بگیرد و در کدام ساحات در اونجا جاهای سیاحتی ساخته شود. همه از این الحمدلله به شکل مفصل مطالعه صورت گرفته است و چه قسم از این زمینی که قرنها در اینجا همینطور متروک افتیده بودند از این به صورت صحیح استفاده صورت بگیرد. خدا خواسته بود همه حوایج ملت افغانستان از نگاه امورات زراعتی هم رفع شود و هم افغانستان در یک جایگاه قرار بگیرد که از اینجا ما بتانیم و امورات زراعتی خود را به دیگه همسایه های خود به کشورهای دور و نزدیک منطقه صادر نماییم. امروز الحمدلله جای نهایت شکر است. فاز اول تکمیل و فاز دوم از این شروع می شود و در صورتی که فاز دوم تکمیل شد باز فاز سوم که دیگه اموراتی که در اینجا مربوط است به سر از او کار صورت می گیرد. همه بزرگوارای امارت اسلامی افغانستان کانال قوشتپه را هم سال اول هم در سال دوم در بودجه انکشافی خود در اولویت خود قرار دادند. ما به هر شکل که باشد ان شاء الله تعالی این کانال ملی را تکمیل می نماییم. هیچ تشویش برای همسایه های ما و شما در اینجا وجود نداشته باشد. ان شاء الله ما هر چقدر استفاده که بکنیم در اینجا باز هم به امو حقوق حقه افغانستان که از دریای آمو هست باز هم به اون مرحله ما نمیرسیم. دیگرای تشویش نداشته باشن که همه دریای آمو را ما این طرف سوق میدیم. نه، ما انشاءالله به حقوق همسایه های خود احترام داریم و ما با همه همسایه ها خواهان روابط دوستانه، روابط حسنه و نزدیک هستیم. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است و دیگه همسایه ها هم باید به حقوق حقه افغانستان و به حقوق مشروع افغانستان باید احترام داشته باشد. ان شاء الله با یاری خداوند بزرگ و با همکاری ملت شریف و غیور افغانستان کانال قوشتپه و امثال کانال قوشتپه دیگه پروژه های بزرگ ملی انشاءالله به اتمام خواهد رسید. خدا خواسته بود ملت افغانستان از ضرورت و احتیاجیت به دیگران مستغنی خواهد شد. ما از الله متعال توفیق میخواهیم که دیگر ملت افغانستان را از مصیبت های بزرگ در حفظ امان خود داشته باشد و مثل که امروز در هرات زلزله شد بسیاری از هموطنان عزیز ما و شما در اونجا شهید و زخمی و متضرر شدند. از این رقم و از امثال از این دیگه مصیبت ها الله تبارک و تعالی ملت مظلوم و رنجیده افغانستان به حفظ امان خود داشته باشد. ان شاء الله با یاری خداوند بزرگ کانال قوشتپه به فاز دوم و سوم از این تکمیل خواهد شد و امثال از این دیگه پروژه های انکشافی هم در اولویت امارت اسلامی افغانستان قرار دارد. زیادتر وقت شما را نمیگیرم. از توجهتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.